دیگه شما هم نداشته های ما رو به رخ ما نکش دیگه. من خودم یکی بودم، بچه دکتر بودم، بچه مهندس بودم، کی کارگر بچه بودم که خانواده‌مو به دندون کشیدم. گفت سیگار نکش، گفتم چشم. اهل مدرسه و درس خوندن نبودم، دوست داشتم برم کار کاسبی بکنم. آقا به زور گوش منو گرفت برد مدرسه که درس بخونم. گفتم چرا؟ چون میخواستم بچه خوب خانواده بشم. ولی شما نمیذارید یه کاری بکنید. من این بهداشت قدیمی اخوات بکشم بیرون، پر قاچ اول بگیرم. منم شدم نقیه دوم. منم مثل تو هیچی نشدم. اگه هیچی نشده به خاطر اون که اون زمانی که بعد میرفت تمرین میکرد رفت دنبال نون واسه زن بچه‌ش. مامان جان به جایی که بره اردو بره باشگاه رفت دور میدون وایساد برای گچکاری. به جایی که برای خودش دومنده بخره، کتونی بخره، تغذیه مناسب بگیره، رفت دنبال شیر خشک و پوشک.